رسانه پشت پرده در یوتیوب با احترام تقدیم خودم جلو میدم به احترام خودتون راحت. سبک پاپاراتزی یک سبک جنجالی، یک زمانی قرار بود از زیر نفت زندگی ایدئالی رو خیلی رک میدون آقا میدن میکنن یه دونو دادن و کردن که جا بیفته پشت پرده. میدونیم که برای مسئولی کنیم با بیده وجب واقعا پشت پرده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم با یک برنامه دیگه با شما هستیم. این روزا دعوا و جنجال در مجلس کم پیش نمیاد، یعنی تو سر خودشون میزنن نماینده مجلس، داد و بیداد میکنن. من موندم که اینم یقه خودشون جر میدن، عربده میکشن، تذکر میدن، فوش میدن و هر کاری که دلشون میخواد میکنن. چرا وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا نمیکنه و بالا تا پایین کلا همه با هم چپن و لجن، یعنی از اون هیئت رئیسه اون بالا بیا تا پایین که برسیم به نماینده مجلس، تا خبرهایی که در پشت دیوارهای مجلس منتشر میشه که حقوق نماینده مجلس افشا شد، ناقابل ماهی 31 میلیون تومان بوده که جیرینگی میره تو جیب مبارکشون که افشا هم شد. یعنی قبلا گفته بودن 11 میلیون خورده، یه عده میگفتن 8 خورده ای، که امروز بالاخره اعلام شد ناقابل ماهی 31 میلیون تومان. یعنی دقیقاً به قیمت یورو پول دریافت میکنن، به قیمت ریال قانون تصویب میکنن که مردم عادی پول دریافت کنن. و توجه هم کردید دیگه، یعنی دولت و مجلس در طول 10 سال گذشته هیچ چیزی رو نتونست مهار بکنه، نه تورم رو، نه گرونی رو، نه قیمت سکه، نه قیمت یورو و دلار رو. تنها چیزی که تونست تا خشتک بگیره و مهار بکنه یارانه 44-5 هزار تومانی بود که مردم 10 سال گرفت اصلا نذاش تکون بخوره، یه ذره نذاش بره بالاتر. یعنی هر چیزی رو اگر میتونست مثل یارانه مهار بکنه وضعیت مملکت گل و بلبل بود. و سوال هم اینجاست که مگر این نیستش که قیمت یورو و دلار رو بانک مرکزی اعلام میکنه؟ یورو و دلار رو بانک مرکزی میفروشه، قیمت رو هم بانک مرکزی تعیین میکنه. اگر میخوان قیمت ها بالا نره اصلا اعلام نکنن قیمت یورو و دلار رو، بگن آقا هیچ گونه خرید و فروشی هم نشه، فیک سوری خرید و فروش انجام میدن، یورو و دلار رو فیک میبرن بالا، پولهای مردم رو میکشن بیرون از تو خونه هاشون و مردم دیگه جدیدن پول که تو بانک‌ها نمیذارن، پولشون رو تبدیل کردن به یورو و دلار و سکه و این پول‌ها از بانک‌ها اومده بیرون با ارزهای فیک و با قیمت‌های فیک و با بورس فیک دارن پول‌ها رو از مردم میگیرن. از اون طرف هم مردم حالا دیگه شم اقتصادشون رفته بالا و متوجه شدن و برای همین دولت چون نتونسته پول‌ها رو از مردم بگیره پول چاپ کرده و این چاپ پول باعث تورم میشه. پولی که بدون پشتوانه باشه باعث میشه که تورم ایجاد بشه، که امروز گفتن 80% تورم بوده و نرخ بیکاری در حال حاضر 25-24% اعلام شده و این هم در نوع خودش جالب هستش. حالا برگردیم به این مجلس و این قانونی که نماینده مجلس تعیین میکنن و تصویب میکنن. از اون بالا گفتم دیگه دعوا دارن تا پایین، مثلا آقای حاجی بابایی که اومدن و توی مجلس سخنرانی کردن، قشنگ هیئت رئیسه رو شستن گذاشتن که چون تصویب شده بود که مثل قدیما کپون بدن به یه عده، یادتونه مثلا برنج کپونی رو ما به جای اینکه پیشرفت بکنیم پس رفت بکنیم برمیگردیم به دوران کپون و تصویب کردن که کپون رو بخوان حالا بدن به مردم. و این قانون مثل اینکه هنوز تصویب نشده، حالا یعنی تعیین شده بود که تصویب بشه ولی حالا مثل اینکه تصویب نشده. صحبت‌های آقای حاجی بابایی رو ببینیم که اصلا دعوا و موانع چیزی مختلف ببینیم. شاید 2 روزه که از سخنان مقام معظم رهبری گذشته که مجلس و شأن مجلس انقلابی این است که به گونه‌ای سخن بگوید که جایگاه و شأن مجلس کاملا رعایت بشود و از طرفی مجلس باید خود به ویژه هیئت رئیسه محترم مجری آیین‌نامه باشد. نکته اول، حدود 10 روز است که طرح فوریتی به هیئت رئیسه داده شده در رابطه با کالابد برای کسانی که تو این کشور هنوز صبحانه نمیتونن بخورن. دلیل این که امروز این یک فوریتی اعلام نشد چیه؟ توضیح بیان بدید، روشن. این یک مواد به شأن آیین‌نامه، شأن مجلس 19 20 21 22 77 74 157 158 159 160
نکته بعد این است که عزیزی که در هیئت رئیسه می نشیند ولو اینکه یک کمیسیون از نظر تایپی اشتباه داشته، من پرسیدم اشتباهی وجود داشته، لیست که می نوشته نفر اول جای دوم سوم اشتباه کرده. من صبحم خدمت های امیرآبادی نوشتم این که یک عضو هیئت رئیسه در منظر و مرعای 80 میلیون نفر اعلام بکند که کمیسیون برنامه‌ریزی از صبح همه چیز رو اشتباه داده. اگر قرار باشه من نماینده شخص خودم به شما ایراد بگیرم آیین‌نامه‌ای از ساعت 8 صبح تا ساعت 1 تخلف شما رو بگم باز پر نمیشه. شما روزی 100 تا تخلف میکنید، ما نمیگیم، قرارم نیست بگیم، قرارم نیست هر اتفاقی افتاد من. این چه نوع برخورده برادر عزیز؟ شما یک کمیسیونی که 23 نفر عضو داره، یه تایپیست، یه دبیر عزیزی اشتباه کرده جای نفر اول دوم. من صبح آمدم خدمت های امیر رو نوشتم آقا این اشتباه اینه. این چه نوع برخوردی است؟ اگر قرارش من از روز یک شنبه ساعت 8 صبح تخلفات شما از آیین‌نامه رو یکی یکی بیان میکنم و تذکر میدم تا زور ببین چند تا تذکر خواهم داد. من خواهش میکنم که رعایت بکنی شأن ما. شما نفرستید اون بالا که هر چی دلت میخواد بگی، که اینجا مجلس شورای اسلامیه، شأن نمایندگان، حیثیت نمایندگان رو باید رعایت بکنید. اینجا خیابان نیست که هر جوری دل ما خواست با هر کسی برخورد. من خواهش می‌کنم رعایت بکنید. این آخرین دفعه شما باشه که به یک نماینده و به یک کمیسیون جوری توهین میکنید. بله توجه کردید دیگه، توهین، تهدید، حالا هر چیزی که اسمشو بزنیم. از اون طرف، از اون بالا که رئیس هستش آقای امیرآبادی دعوا کرد با اون پایینیا، میگم تو مجلس هم خودشون با هم دیگه دعوا دارن و گفت تو تهدید می‌کنی فاز چه اینا. بریم صحبت‌های امیرآبادی بشنویم ببینیم که وضعیت در چه حد هستش. ببینید همکاران، در خصوص تذکر آقای حاج بابایی من عرض کنم که شما دیدید که ما صبح وقتی که اعلام رأی کردیم آقای سید شمس‌الدین حسینی، جناب آقای زنگنه، آقای دشتی اردکانی بلند شدن سر ما شدن سرصدا کردن که چه اینطوری میخونی. مثلا آقای حسینی فرمودن من جزء شورای صندوق توسعه نیستم، چرا اسم من داری میخونی؟ من عضو شورای پول اعتبارم. ما مجبور شدیم توقف بدیم مذاکراتو. جناب آقای حاجی شما الحمدلله میدانید دقایق این جلسات صحنه علنی بعضا میلیون ها تومان برای کشور هزینه داره. شما نامه دادی اشتباه معرفی کردی افراد رو به هیئت رئیسه. تایپی هم اشتباهی تایپی هم نیست، نامه شما کاملا مشخص اشتباه شده. ما اومدیم بعد که دومین نفر اعلام کردن دوباره آقای حسینی اعتراض کرد. من عرض کردم والا به خدا مقصر من نیستم، کمیسیون برنامه‌ریزی اشتباه معرفی کرده. من چه توهینی کردم که شما میفرمایید آخرین بارت باشه؟ این تهدید نیست، این شأن نماینده است که یه نماینده رو تهدید کنه آخرین بارت باشه. می‌خوای چیکار کنی؟ منو بکشی؟ خیلی ممنون. اما حالا از وضعیت مجلس دور نشیم و این قانون دارن تصویب میکنن که خانه ها که خرید و فروش میشن توی ایران مالیات بهشون تعلق بگیره و وقتی که خونه بهش مالیات تعلق بگیره و خرید و فروش زیاد بخواد مالیات انجام بشه، دیگه طرف سعی نمیکنه خرید و فروش بکنه قیمت خونه بالا پایین بشه، چون میدونه که بابتش باید مالیات پرداخت بکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ این قانونه که اینجوری میخوان تصویب بکنن که حالا جلوتر هم گزارشش رو به شما نشون میده، باعث میشه که خونه ها به صورت فیک یو قیمتشون بره بالا، چون میگن آقا قیمتی میکشیم بالا که مالیاتش اگر ازمون کم کردن همون قیمت مثلا قبل از اینکه مالیات تصویب بکنن به دست بیاد. آقای قالیباف اومدن توی تلویزیون و گفته بودن که این طرح قراره تصویب بشه شب گذشته. ببینید در همه دنیا مسکن و خودرو یک کالای مصرفی است، ولی تو کشور ما شده یک کالای سرمایه. خب پس ما اون تحولی که ما گفتیم در حوزه سازمان و سازماندهی مالیات بود انجام بشه اینجاست. ما از یک کاسب جز در این شرایط سخت، از یک جوانی که زیر یک راپله‌ای یک کار خلاصه خدماتی و تولیدی کوچیکی رو شروع کرده بود مالیات بده، ولی از کسی که خونه خالی داره، ده‌ها و صدها خونه خالی داره و داره با این در حقیقت سوداگری رو داره انجام میده،
یا در حوزه مسائل ارضی، خب ما از اون مالیات نمیگیریم. اینجاست که ما همین الان شما دیدید ما روز یکشنبه طرح دو فوریتی مربوط به مالیات به خونه‌های خالی رو در حقیقت دو فوریتش تصویب شد. کمیسیون تا همین امشب که من داشتم پیگیری میکردم آماده است که فردا با حضور شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار بگیره و انشالله اگر تصویب شد و اومد دولت محترم هم این رو در حقیقت وزارتخونه مربوطه این رو به کار ببره. حالا اما امروز در مجلس قانون نمیدونم یا مالیات برای خانه‌های خالی هم تصویب شد و گفتم که شاهد خواهیم بود که قیمت مسکن فکر میره بالا. نگاه کنید این ویدیو تصویب قانون رو. بررسی طرح مالیات بر خانه‌های خالی از سکونت در کشور که دست کم 2 میلیون واحد پیش بینی می شود، امروز هم در صحن بهارستان ادامه یافت. اگر بنابر این هست که ما بر دارایی‌ها مالیات ببندیم، ما دارایی‌های مثل سکه، ارز، خودرو و سایر دارایی‌هایی که عدم تعادل‌های سنگین در اون وجود داره و امروز بازار سرمایه از اون رنج میبره، با این کار عدم تعادل در اون بازارها رو تشدید میکنیم. یعنی هدایت میکنیم سرمایه ها رو و پول های مردم رو به سمت اون بازارها. غرض این قانون محتکرین مسکنند، نه سازندگان مسکن و نه عامه مردم که حالا ممکنه یه واحد مسکونی در یه شهری داشته باشه، برای فرزندش اجاره کرده باشه که فرض بکنید دانشجو هست باید اونجا سکونت پیدا بکنه یا برای رفت آمد. بنابراین نه تعادل بازار رو به هم میزنه، نه در واقع اون ایرادی که دوستان مطرح کردن در مورد افزایش قیمت ها رو به دنبال خواهد داشت. بیایید اول بگید شهرهای ما چند درصد خانه‌های خالی دارن؟ چند درصد از شهرهای ما خانه‌های خالی ندارن؟ چند درصد مردم گرفتار تو خانه‌های خالی هستن؟ شما میخواید الان بیایید مالیات ببندید، هیچ مانعی برای تولید کننده نگذاشتید، ضمن اینکه تولید رو کاهش میدید. یک وقتی تولید و عرضه کم شد تقاضا رفت بالا، این اصلا یه روال اقتصادیه. آنچه که امروز قرار اتفاق بیفته این هست که در واقع اصلاحی است در ذیل ماده 54 مکرر قانون که در واقع اینجا نرخ رو افزایش میده. آنچه که مسلم است این که ما باید به سمت ساخت مسکن بریم، اما این تصمیم هیچ منافاتی با تولید مسکن نداره، بلکه یک فرصت و یک راهکار مؤثر برای حل مشکل فعلی است. البته دولت هم با کلیات این طرح موافق بود. جریمه است که قرار است رفتار صحیح مورد نظر حاکمیت رو الغا بکند. این اصلا مالیاتی نیست که ما بخوایم به دنبال گرفتن همچین مالیات جدید باشیم. نه، یه جریمه تنبیهی مؤثر بازدارنده مبتنی بر اطلاعات و دیتای قطعی قابل اعتمادی خواهد شد که مملکت رو به شایستگی اداره کنیم. نمایندگان مجلس سرانجام به کلیات این طرح رأی مثبت دادند. بله، تصویب شد. در این مصوبه جدید ما آمدیم این کاری کردیم. یک، موضوع نرخ رو تصاعدی کردیم که عامل بازدارندگی داشته باشه. نکته دوم در ارتباط و لینک سامانه ها بوده. لینک سامانه ها هم با دو بخش، سامانه ثبت اسناد و سامانه ثبت احوال کشور. این کمک میکنه به شفافیت اطلاعاتی اسکان و اقامت در کشور. این به عرضه بخش مسکن کمک میکنه نرخ اجاره بها رو در کلان شهرها و شهرهای بزرگ کاهش بده، نرخ و قیمت واحدهای مسکونی رو کاهش بده. دستور بعدی آقای رئیس انتخاب اعضای هیئت نظارت. مجلس 11 از هفته گذشته در کنار کار قانونگذاری وظیفه نظارتی خود رو با انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و نظارت در شوراهای عالی و همچنین ستادهای کل اجرایی اداری کشور آغاز کرده. مجلس علاوه بر نظارت‌های قانونی بر امور اداری اجرایی کشور، امروز نظارت را از خودش آغاز کرد و اعضای 7 نفره هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رو برگزید. انتخاب نصرالله پژمانفر به سمت رئیس کمیسیون اصل 90، کمیسیونی که بازوی نظارتی مجلس محسوب میشه، هم از دیگر اقدامات نظارتی مجلسی ها بود. نمایندگان مجلس در این جلسه همچنین در بیانیه‌ای از راهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ویدیوکنفرانسی ایشان با نمایندگان قدردانی و بر اجرای این راهنمودها در مجلس 11 تاکید کردند. در همین راستا با تمام توان خود
و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونگذاری و نظارتی مجلس تصویب و پیگیری بسته اقتصاد مردمی را که حضرت عالی نیز بر اجرایی شدن آن تأکید فرمودید محور برنامه‌های مجلس 11 قرار دهیم. بله، این هم وضعیت قانونی که دارن تصویب میکنن. بیا چند تا سوژه دیگه هم حالا بررسی بکنیم در این ویدیو. این روزا صحبت‌های آقای احمدی نژاد خیلی جنجال‌های زیادی رو پا کرد، در خصوص آقای شجریان صحبت کرده بودن که آقای شجریان سال 88 در خصوص اون اتفاقاتی که سال 88 اتفاق افتاد یه دونه آهنگ خوندن و گفتن که تفنگت را زمین بگذار و چیزهای مختلف. و آقای احمدی نژاد که اون موقع رئیس جمهور بودن و تو مصاحبهشون اومدن در خصوص این ترانه‌ای که آقای شجریان خونده بودن که ترانه اعتراضی بود واکنش جالبی نشون دادن و عجیب. البته ببینیم یه تیکره توضیحاتی داره بهتون میگم. تفنگت را زمین بگذار، شما سلامتی بده به ایشون. استاد دیگه ایشون، استاد شجریان. و اتفاقا این چیزی که ایشون خونده اون آرمان منه. این آدم اومد تو تلویزیون به مردم آمد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روون اومدیم همه. گفتم خب من صدای این خس و خاشاک. دوران بایکوت استاد شجریان در دوران کاری جناب عالی اتفاق افتاد. به محدود کردن و محبوس کردن و ممنوع کردن هیچ انسانی در کل کره زمین راضی نیستم و هرگز نه. من اجازه ندارم که چندین سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخوانم. روز همگی بخیر. بله، تو صحبتش آقای احمدی نژاد یه جایی میاد میگه که آقای مشایی با آقای شجریان دیدار کرده بوده و آقای شجریان رو دوست داره، میگه صداش خوبه اینا. اما امروز پسر آقای شجریان اومدن و گفتن که ماجرای ملاقات آقای مشایی با آقای شجریان، استاد شجریان، سال 88 نبوده، سال 87 بوده و به صورت سرزده آقای مشایی اومدن و سر زدن با آقای استاد شجریان، بگم استاد بهتر هستش. و اتفاقا هم میگفته شما آقای شجریان خیلی هم عصبانی شده بوده که آقای مشایی اومده به دیدار. اینم خلاصه صحبت دوستان هست. یه نکته دیگه هم بگم که ما داریم این روزا نزدیک انتخابات که میشیم، اظهار نظر یه سری افراد کم کم جالب میشه. نمیدونم خدای نکرده فکر نکنید که به خاطر انتخابات و تبلیغات ها، نه، به حال اینا حرفای دلشون. آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما میاد میگه یکی از مراجع موقعی که من رئیس صدا و سیما بودم گفتن که آقا مجری زن نذارید چون مردم میبینن تحریک میشه. حالا مرجع تقلید رو نگفتی اون مرجعی که این صحبتو کرده، اما این صحبت انتقادهای زیاد و جنجالهای زیادی رو توی شبکه‌های مجازی ایجاد کرد. ببینیم این صحبت رو. از این ور کسایی هستن که میگن آقا رسانه باید بتونه همه چی نشون بده. مثلا مبتذل میخوام مثلا فیلمای مبتذل پورنوگرافی که بالاخره دنیا هست صدا و سیما باید نشون بده. نمیتونیم نشون بده، اصلا نمیشه نشون داد و نباید نشون. این ورش هم هستن، این ورم آدمای سختگیری هستن. من چون با این بزرگان حالا جلسه زیاد داشتم، شما میری باشون جلسه میذاری، طرف میگه آقا خانوم نباید اخبار بگه. آدم بسیار محترم، روحانی بسیار بزرگوار. حاج آقا چرا؟ بگه ببین اصلا زن وقتی شما کلوزآپ به تعبیر ما میذارید این داره اخبار میگه، سر و صورت و چشم و ابرو و نوع برخورد کردنش اینا، این مایه مثلا انحراف جوونا میشه، این مایه تحریک هزار تا از این. بله، معمولا میگن هر کسی که خودش اینجوری باشه این اظهار نظرها رو میکنه و این هم صحبتی هستش که مردم کرده بودن. به هر صورت جالبه، در مورد خودش گفتم دیگه نزدیک انتخابات هم هست اینجور اظهار نظرها میاد بیرون. اصلا شاید مثلا مرجع تقلید هم اینو نگفته باشه، این گفته که حالا بگیم کنتور نمیندازه، پرهیجان میشه، شاید هم گفته باشه. یعنی میخوام هر دو طرفش رو در نظر بگیرم. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که با ما همراه